چرا میگویند سگ نجس است؟ در ایران باستان مردم در خانه‌های خودشان سگ نگه می‌داشتند. بعد از حمله اعراب به ایران، سگ‌ها نگهبان‌های خانه‌ها بودند و جلوی تهاجم اعراب به خانه و ناموس مردم رو می‌گرفتند. اعراب از سادگی مردم ایران استفاده کردند و فتوا دادند که سگ نجس و اگر در خانه باشد تا 7 خانه این طرف و آن طرف فرشته‌ای نمی‌آید و برکت از اون خونه میره. بعد از این فتوا مردم اون رو باور کردند و اعراب به جان و ناموس ایرانی تجاوز کردند و از اون به بعد در ایران باب شد که سگ و نگهداری از سگ نجس است. میگویند زرتشت بزرگ در مورد نگهداری سگ و سودهایش سفارش زیادی کرده. بیایید بیدار باشیم و نسبت به خرافاتی که به ما القا شده با دید بهتر و روشنگرانه نگاه کنیم و آگاه باشیم. برای آگاهی ایرانیان این پست رو به اشتراک بگذارید. برای شناخت تاریخ ایران باستان پیج کهندیار رو فالو کنید.